فرح دیبا توانست 1 سال پس از ازدواج وظیفه اصلی خود آوردن فرزند پسر برای شاه که در 2 ازدواج قبلی خود از داشتن آن ناکام مانده بود ادا کند. اما ورود به دربار وظیفه‌های دیگری هم پیش پای شهبانو که علاقه‌مند به معماری و هنر بود گذاشت. میدونی اولین دفعه که موقعی که به من گفتن که حاضری زن من بشی، که خب طبیعتا من با کمال خوشبختی گفتم بله. اولین چیزی که به من گفتن به عنوان ملکه ایران شما مسئولیت‌های زیادی نسبت به مردم و هموطنانتون دارید، که خب من گفتم البته، برای که در حد خانوادگی هم همینطور که میگفتم، خب در مدرسه، در پیشاهنگی، در خانواده به ما یاد داده بودن که کمک به دیگران و درمندان اینها، ولی خب نمیتونستم حس کنم که سرحد و درجهش کجا هست. و بعد خب کم کم زمان میخواست تا اینی که من افراد مختلف ایرانی زن و مرد بیان پیش من صحبت کنن، وقت میخواست که من مشکلات رو ببینم و بعد وقت میخواست که اصطلاح پیدا کنیم که چجوری میشه این مشکلات حل کرد و بعد عمل کنیم. کار خیلی بود و واقعا اعلیحضرت در تمام این زمینه ها هم پشتیبان من بودن، هم راهنمای من بودن و هم اعلیحضرت، هم شرکت نفت، البته هم دولت کمک میکردن که ما به آرزوهامون برسیم. و من باید بگم که اون 20 سالی که من در ایران بودم واقعا یه بهترین سالهای ایران بود. فرح دیبا که در خانواده متوسط به دنیا آمده بود، در روزهای پر رونق دربار به آنجا راه یافت. اما امروز از تاج و تخت پهلوی فقط رویایی باقی مانده است و تنها میتوان با اگر و اما به آن نگاه کرد. الان که آدم به گذشته نگاه میکنه، من معتقد بودم واقعا با اون پیشرفتی که ایران کرده بود در اون زمینه، در اواخر سالهای 1960 منظورم، یا اواسط به خصوص سالهای 70، اگر آموزش سیاسی بیشتر بود، احزاب سیاسی متشکل تر بود و کم کم میدونید باز میشد، یهو نمیشد تا مردم عادت بکنند و شاید اینجوری نمیشد، این همه شایده. و اون موقعی که این فضای باز سیاسی به وجود آمد، مردم اون آمادگی رو نداشتن که کجا دارن میرن، شاید یا آموزش اینا نداشتن. و اون موقع خب گروه های مخالف خیلی متشکل بودن و اونهایی که موافق بودن متشکل نبودن متاسفانه. و بعد شاید هم حزب رستاخیز که ایشون فکر کردن که شاید بتونه کمک بکنه، کمک نکرد، برای که میگم گروه های مخالف خیلی متشکل بودن، از این ور ما متشکل نبودیم. انبوه مخالفان توانستند متشکل یا بدون تشکل، مسلح یا با دست خالی، در بهمن 57 حکومت را به تسلیم وادار کنند. حکومتی که با روش‌های سختگیرانه فضا را برای مخالفان تنگ و ترسناک کرده بود. آیا این روش‌ها که در آن زمان مورد انتقاد گروه‌های دفاع از حقوق بشر بود، در دربار طراحی می‌شد؟ ببینید، شاید به دلیل اون اتفاقاتی که افتاده بود و سیاه‌کل و غیره سازمان امنیت سخت‌تر شده بود. همیشه راجع به سازمان امنیت من میگم بر اساس هر مملکتی سازمان امنیتی داره که برای امنیت کشور و دفاع از کشور فعالیت میکنه و در اون سازمان افرادی بودن که خدمت کردن، ولی خب یه عده کارایی کردن که قابل بخشش نیست و اینا رو خب به گوش ما میرسید، به خصوص در خارج و این ور اون ور، و سعی میشد که تا اونجایی که من میتونستم ببینم چجوری میشه جلوشو گرفت. افسوس میخوردم برای که میدیدم مملکت کجا میره و چرا اینقدر از لحاظ تبلیغات خارجی به ضد ما هست. ولی بعدها شنیدم که واقعا یه عده در سازمان امنیت خودشون در این شلوغی‌ها شرکت کردن، یعنی حتی شلوغی‌هایی که در دانشگاه میشد یا آتش سوزی‌هایی که میشد
حتی یادم یکی از دوستانم اون اوایل انقلاب که همه بیرون بودیم گفته بود که یه بین دموکرات‌ها خیلی